बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तेदस के मंगोले बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++. सही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ به این معنی که پیش از این که ما کد نوشته کنیم یک set of instructions نوشته کنیم پروگرام کنیم این فایل ها را باید ما داشته باشیم اینمی کد ما باید داشته باشیم. صحیح است؟ این را ما میگیم بیسیک استراکچر آف C++. نمیجا نوشته شده هش include iStream ای به این معنی که ما با کمپایلر میگیم که یک فایل به نام iStream شامل کو تا که اینمی کد اکزیکیوت شود. اگر این iStream نمی بود با شما در پروگرام خودتان از cout cin end of line از این چیزا کار گرفته نمیتونه و این کمپایلر ایره کمپایل نمیکنه صرف شامل میکنه خلاص. این پری دیفایند هستن پیش از پیش دیفاین شدن تشریح شدن برای از ما کد نمیکنیم ایره صرف شامل کردیم. این از لایبرری آمده خواه یک لایبرری فایل است فایل لایبرری است فایل لایبرری است خودش یک هیدر فایل است. صحیح است؟ در این هیدر فایل که است در این هیدر فایل ما آبجکتس داریم آبجکت ها تشریح شدن. در سیاوت خودش یک آبجکت است ها سیاوت چی است؟ یک آبجکت است که برای پرینت کردن یا اوتپوت دادن یک پیام یا یک عملیه از او کار گرفته میشه. صحیح است؟ سیاوت به معنی کنسول اوتپوت اینمی سیاوت که است یک آبجکت است. خب این آبجکت در یک هیدر فایل موجود است. کدام هیدر فایل؟ به نام iStream از کجا آمده؟ از لایبرری آمده. این به این معنی که در لایبرری ما یک تا فایل نداریم به نام iStream. امکان داره با هزارها و صدها فایل ها را داشته باشیم. امکان داره 50 100 200 300 500 هیدر فایل ها را داشته باشیم در یک لایبرری. صرف فقط ما یک فایل چه کردیم در اینجا انتقال داریم یا شامل ساختیم اینجا. چرا اینمی فایل به خاطر از اون مهم است که ما که در پروگرام از سیاوت کار میگیریم سیاوت در اینمی هیدر فایل تشریح شده. ما که اینپوت میتیم پسان از طریق cin اینمی cin هم در iStream تشریح شده دی هیدر فایل تشریح شده. به خاطر از این ما میگیم که هیدر فایل اینمی هیدر فایلی که به نام iStream است این مجموعه آبجکتس هستند. آبجکتس functions classes and so on. کلاسز و هر در آینده ما از استفاده میکنیم. این در کجا موجود هستند؟ در iStream موجود هستند. و در نیم اسپیس هم براتون گفتم اینمی iStream از طریق OStream بالای سیاوت یک کار انجام میده. خب اینمی نام از کجا گرفته شده؟ سیاوت از استندرد لایبرری گرفته شده. استندرد یک لایبرری است یک نیم اسپیس است که تمام نام ها از اینجا گرفته میشه و بالای از یک عملیه اجرا میشه. That's it. صحیح است؟ بازو بالای لاین نمبر 4 ما نشته کردیم مین یک فانکشنی است که کار نقطه کار آغاز ما اینمی است. مین فانکشن است کار ما از اینجا شروع میشه. کمپایلر اول که کمپایلیشن شروع میکنه از اینجا شروع میکنه. اینا ما میگیم مین است یک فانکشن است. مین چی است؟ یک فانکشن است. فی الحال ببینید ما زیاد تشریح فانکشن نمیریم. فی الحال اینمی قدر بفهمین که فانکشن یک کار به خاطر انجام دادن یک کار خاص از او استفاده میشه. یک خاص کار انجام میده. خب مین فانکشن کدام کار انجام میده؟ اکزیکیوشن شروع میکنه. starting execution point است. starting execution point یعنی اکزیکیوشن یعنی پروسس از کجا شروع میشه؟ کمپایلیشن و اکزیکیوشن از اینجا شروع میشه. به خاطر ازی باید ما هر کد خود ما را در کجا نوشته کنیم؟ در بادی مین فانکشن باید نوشته کنیم. بیرون از این نوشته کرده میتونیم. خب فی الحال ما نمیخوایم که بیرون از مین فانکشن نوشته کنیم. این مین فانکشن است. اینمی دو قوس را ما پیشتر هم گفته بودم در درس قبلی که اینمی را ما پرانتزیس میگیم. صحیح است؟ و باز اینمی دو قوس ها که هستند اینمی قوس ها را ما میگیم کرلی بریس. در ویدیو قبلی ما ذکر کردیم درباره زیرامات بسیار تشریح دادیم. اینو ما میگیم کرلی بریس. این به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر به وجود آوردن یک بادی یا بلاک از استفاده میشه. یک بادی است، یک بدن است. This is called a body or block. The body of main function. شما که هر کد میکنین و او اکزیکیوت شوه باید شما باید the body main function ذکر ضرورت the main function باید کنین. در اینجا انجام بدین شما. باز ما یک مثال هم داده بودیم که اینمی سی اوت و نوشته میکردیم که welcome to main function. یک پیام است. هر چیز شما نوشته کرده میتونید. صحیح است؟ This is called statement. این چی است؟ یک statement است. statement یک امر میگه. خب یک امر set of instruction
یک جمله با معنا، یک خط با معنا، یک معنا داره، یک استیتمنت است. ما برای کامپیوتر از این طریق گفتیم که این پیام بگیر ترجمه کو و برای ما نشان بده. صحیح است؟ This is called statement. ما استیتمنت ها را در کجا نشته میکنیم؟ در body main function. یعنی اینجا استیتمنت ها شما نشته کرده میتون. یاد داشته باشین که تعداد استیتمنت معلوم نیست. شاید با هزارها باشه، با صدها باشه، مشکل نیست. هر استیتمنت را باید شما اینجا نشته کنید. This is called a statement. یک امر است، یک معنا داره، set of instruction است. و یاد داشته باشین هر استیتمنت که end میشه به چی end میشه و ختم میشه؟ به سمیکولن اختتام میشه. استیتمنت سمیکولن که است؟ سمیکولن اینمی سمیکولن است. اینمی چیست؟ سمیکولن به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر ختم یک استیتمنت. اینجا گپ خلاص شد، کار اینمی سیاوت خلاص شد. فهمیده شد؟ یک خودش یک استیتمنت است. خود استیتمنت که ختم میشه باید داخل سمیکولن اضافه شد. سمیکولن سمیکولن هم برش میگه و یک دیگه نام هم داره به نام statement terminator. statement terminator. terminate ختمون که ده جمله ده statement. سمیکولن ده statement terminator هم وای او سمیکولن هم ورته وای. as you wish هر یو چې نوم ورته اخلي. دغه سټیټمنټ چې دی دا هر څه کېدلی شي ښه، صرف دا نه چې سی اوټ د خلاص نه، نور رقم شیان هم کېدلی شي. صحیح شو؟ دا سټیټمنټو تعداد موږ ته معلوم ده. اوس راځو همدغه سټیټمنټ موږ تشریح کوو چې دغه یو سټیټمنټ دی، د دې معنا څه شی ده. اول کې لیکل شوي سی اوټ. سی اوټ په معنا دی، سی اوټ په څه معنا؟ سی اوټ په معنا دی console output. console output. सी आउट बच्चे माना सी बावना है console output नतीजा प्रिंट को नतीजा रा बरेवा निशान रिजल्ट बरेवा निशान बता. console एक ऑब्जेक्ट है. सही है? एक चीज ऑब्जेक्ट है बखातिर चीज इस्तेमाल में बखातिर प्रिंट एक चीज یک بخاطر نتیجه گیری یک چیز از استفاده میشه. شاید یک عملیه باشه، یک وریبل ما پرینت کنیم یا یک پیام ما پرینت کنیم. خب این میشد سی اوت. و کنسول چرا میگه؟ کنسول این میشه اسکرین میگه. این میره خب ما سیو میکنم. این میره ما کنسول مود میگه. کنسول گرافیکی نیست، شکل گرافیکی نداره که در گرافیک براتون نشان بده. در آینده شما باز میخوانید در جاوا سی شارپ به شکل گرافیکی براتون یک ویندوز باز میشه، در اون نشان داده میشه. خب از اینجا شما یاد میگیرین که چطور سی اوت و سی این و چیزا را از او استفاده کرده میتونید. این کنسول مود است. کنسول مود گرافیکی نیست، کار گرافیکی رو ما انجام نمیتیم فعلا. صحیح است؟ سی اوت یک آبجکت است، به خاطر آوتپوت از استفاده میشه. خب امرای سی اوت ما دو اپراتورها هم داریم به نام اینزرشن اپراتور. نمیارم ما میگیم stream insertion operator هم میگم، ما صرف برشان میگم insertion operators. insertion operator insertion چرا میگه؟ insert اضافه نمودن، اضافه کردن. insert ای به این معنی بعد سی اوت و امرای سی اوت که نوشته شد بعد از این insertion operator هر چیزی که نوشته شده او را پرینت کو بریم. او را چی کو بریم؟ پرینت کو. ای کدام سنتکس داره، قوانین داره با کدام شکل نشته شود، لیکن ایرا ما تشریح نمی کنیم، ایرا ما جور نکردیم، ایرا ما صرف اضافه میکنیم، از این کار میگیریم. خب بار از اینزرشن اپراتور که هستن ما دبل کوتیشن نشته کردیم. ایرا ما چی میگیم؟ دبل کوتیشن. این میرا ما میگیم دبل کوتیشن. دبل کوتیشن دبل کوت هم مرتبی بازی خلق. این دبل کوتیشن بچه مانا وقت که شما میخواستین که یک پیام شما نشان بدین، یک حروف تعداد حروف را یک جا نشان بدین، یک جمله را نشان بدین، یک لفظ نشان بدین، شما باید از دبل کوتیشن کار بگیرین.
پوه شو زما په خبره کله چې غواړئ یو جمله یا لفظونو تعداد مجموعه د لفظونو پرنټ کړئ نو تاسو به د ډبل کوټیشن نه استفاده کوئ. هر څه چې ډبل کوټیشن کې لیکل کېږي لکه زموږ د پیغام هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو string. string به چی مانا؟ یک پیام مجموعه حروفها را ما string میگیم. The collection of character is called string. What is string? String is the collection of what? Of characters. character به چی مانا؟ یک حرف یو توره. اوس آیا ویلکم ټو مین فنکشن یو توره ده؟ نه زیات دي. نو چې زیات شول موږ ډبل کوټیشن کې نیسو. چې ډبل کوټیشن کې نیسې نو او د حروفو مجموعه هغې ته موږ string وایو. string د یاد وساتئ. او که یو دانه موږ څه ورته وایو؟ کرکټر. یو دانه ته څه وایو؟ کرکټر. نو یاد ساتئ که غواړئ یو string پرنټ کړئ یعنې یو پیغام پرنټ کړئ داسې یو جمله یو لاین نو ډبل کوټیشن کې به نیسئ. دا قانون دی همداسې به تاسو کوئ. و یک دیگر چیز هر چیزی که در بین دبل کوتیشن نوشته شد با امو 100% با امو شکل برتان نشان میده در او تغییر نمیآید. معلومات خودتان صحیح است؟ و طور مثال اگر ما در دبل کوتیشن اینو تو نشته کنیم که 50 جمع 50 در اینجا دو چیز هستن. یک خود 50 جمع 50 را نشان میده یا جواب زیر نشان میده برای ما که 100 میشه. بیان که ببینیم ما چی گفتم در دبل کوتیشن هر چیزی که نوشته کنین امو چیزا براتان پرنت میکنه نشان میده نه که عملیه ازوره جواب ازوره نه. بیان کمپایل کنیم صحیح است؟ کمپایل خو میفهمین صحیح است؟ ترجمه میکنه از یک اگزی فایل میسازه آنمو اگزی فایل ما رن میکنیم نمی جوابتان شد 50 جمع 50 خود 50 جمع 50 آمد نه که جواب ازوره به ایمانه که عملیه را اجرا نکرد. ما گفتم پیشترم که دبل کوتیشن یعنی د string هر چیزا که میگیرین با همون شکل پرنت میشه دو تغییر نمیاد. اگر آل شما میخواستین که 50 جمع 50 باید حل شوه یعنی می عملیه اجرا شوه و جواب زور برای ما نشان بده از دبل کوتیشن بدون دبل کوتیشن نشته میکنیم و میم پس کمپایل میکنیم میرا کمپایل اند رن کنین نمیرا 100 برایتان نشان ده. دبل کوتیشن صرف مطلب هر شی استعمال کړي هر چې ته ولیکې اما شاید درته ښیي هغې کې تغییر نه راځي. کنسول کې تا ته شی ښکاري. بالکل فهمیده شد؟ کوتیشن څه کو زده به رزلټ پلاس اگر امی جمله رو بخواد دبل کوتیشن نگیریم باشه. اینمی چیز است نه. خب اینمی شرط است که یک جمله را باید دبل کوتیشن بگیرین. چی میشه اگر ما امو تو نوشته کنیم که ویلکم ببین برنگ چی آمد؟ ویلکم تو فهم. با کدام رنگ آمد؟ سیاه. ای با این معنا تو فکر میکنه اینمی ادیتر که ویلکم تو فهمم کدام کیورد است کدام کلمه مشخص است که در سی پلس پلس یک معنا داره. کدام عملیه نیست یک جمله است و بیاین که ببینیم چی میگه. کمپایل کنید را چی میگه. خواه اینجا ببینید میگه بلاین ششم the enemy file entitled 1.cpps error است welcome was not declared in the scope. میگه welcome امانه شناختم چی است. اگر کیورد است خو کیورد ما در سی پلس پلس نیست. اگر پیام است شما رو دبل کوتیشن نشته نکردین بیان که دبل کوتیشن بگیریم میره بیان در اینجا برایشان دبل کوتیشن میگیم آل کمپایل میکنیم رن آل با همون شکل برایتان پیام نشان داد. کلیر؟ yes no نور څه چې لیکلي دي مثلا functions objects دا کنوسی ورته نه نو اوس دې ته زه راځم ښه هیچی هستن این نمیا چی هستن نمیره که ما نشته کردیم. تو فکر کنین یک نوت است اضافی این مستقیم با کد کدام رابطه نداره کمپایلر ای را اگنور میکنه صرف نظر میکنه یک نوت است این برای ای را ما میگیم کامنت. چی میگیم ای را؟ کامنت. بین اول امور را میخوانیم صحیح است کامنت. مونگا په سی پلس پلس پروگرامینگ لنگویج که دو رقم کامنت بسیار مهم است. ببینید اگر شما خودتان ببینید از مارکت یک چیز میخرین صحیح است یک موبایل امرای موبایل باید یک کتابچه براتون داده شود اون درست نیست. هر چیز که شما میگین دیوایس الکترونیکی یک کتابچه امرای از او براتون میده برای گایدلاین گایدنس گاید میکنه در اونجا راهنمایی براتون در اونجا نشته میباشه. اما شکل شما که کدینگ میکنین شاید شما یا دیگر نفر او را خوب نفهمم
از یک چیز گرفتن نتانه، یک مفهوم شما رو تشریح کنین. در فیسبوک ببینید شما یک عکس بالا میکنین، هر کس میاد کامنت میده، درباره این مو عکس یک تشریح میده، نظر میده. ما نظر میدیم درباره کد خود ما. ببینید شما در آینده یک لاین کد نمیکنین، با صدها لاین کد میکنین. در 100 لاین کد اگر نمی 100 200 لاین با کسی میتین، شاید شما به یک شیوه مختلف کد کرده باشین یا به دیگه شیوه کرده باشین، شاید نفهمند همون طریقه شما. برای تشریح کدتان که دیگه نفر بفهمه باید از کامنت کار بگیرین. اگر نگیرین کدام مشکل نیست، کمپایلر به این کار نداره، کدام نتیجه را نمیگیره، این را ایگنور میکنه، صرف نظر میکنه. خب ما دو نوع کامنت داریم. کامنتس دو نوع هستند، types of comments. One, single line comment. Single line comment. And the second one is multi-line comment. ای بچی مانا اگر شما یک لاین جدا جدا را نوشته میکنین، اینو ما میگیم سینگل لاین کامنت. یک نوتی که شما نوشته، بطور مثال پیشروی نمی هش انکلود استریم ما نوشته کردیم، یک لاین است، یک لاین جدا است. این لاین به این لاین کدام ربطی نداره. ما از دبل فارورد سلش کار گرفتیم، به خاطر اضافه کردن کار گرفتن از ملتی سینگل لاین کامنت دبل فارورد سلش اضافه میشه. میبینید کلشان سینگل لاین استفاده کردیم ما. اگر این نفر براتون میگه ببینید از اینجا تا با اینجا کلشان کامنت ها هستن، ملتی لاین است، نه زیاد لاین است. چرا سینگل لاین از سر شروع میکنیم، یک دفعه نوشته میکنیم که ملتی لاین کامنت. ملتی لاین به این معنی تو یک کامنت باشه که تمام لاین ها را به خود بگیره، تمام لاین ها را بین به خاطر از فارورد سلش استریسک یا ستاره، علامت ستاره استریسک میگه، ایرا استریکم میگه، استریک. و در آخرم ایرام ختم کنین، نیاز نیست به در آخرم در اینجا باید چی باشه، با ستاره با فارورد سلش. این اینجا بسته شد، این همی بیرون ماند. این باید نه کامنت بیاید، این خوب بلاک است، این قوس مین فانکشن است. صحیح شد. این همی ملتی لاین شد، ملتی لاین کامنت. صحیح است، ملتی لاین کامنت. یعنی شما اگر اینتر هم کنین نوشته کرده، اما تو برن نوشته کنین، مشکل نیست. یا ما میگیم ملتی لاین کامنت. و در سینگل لاین کامنت شما ببینین یک لاین تا اینجا نوشته کردین، انتر کنین نوشته کنین، برنگ سیاه آمد. این به این معنی که کامنت نیست، این شامل کامنت نمی باشه، سینگل لاین کامنت است. این همی ملتی لاین کامنت است. فهمیده شد؟ ملتی لاین کامنت فارورد سلش static and باز static and then forward slash. باز چی رقم ختم میشه که بخوایم کلی به خود ادامه بدیم؟ نفهمیدم. ملتی کامنت چی رقم ختم میشه که باز کدنگ باید ادامه پیدا کنن. دی ببینید بار از او که ختم شد باز او بیان کد نوشته کنین. این اینجا که خلاص شد دیگه کد کنین، مشکل نیست. ما بیشترم گفتم که تعداد کامنت ها معلوم نیست در مین فانکشن. خیلی ضرورت سالی کامنت. بیادر دوام ضرورت ده مثال ده زوز مجبوریم جو مثال لرکم راځي خو کوشن ده زه دلیکه ما int a is equal to تو پوهیږي a سمانه لري ته دا ما ولیکه بونس ته نه پوهیږي سپوږ دا کوډ ما ته درک ته وایې چې دا a څه لپاره د څه شي لپاره کړی زه به څه وکړم دلته به داسې ولیکم ښه سنګل لاین کمنټ نه به استفاده کوم ته چې a is used to store bonus of an employee. اوس په ته پوه شئ چې د a معنا یو امپلوی کارمند دی چې د هغې د بونس د ذخیره کولو لپاره بونس اما اضافه کاری که میکنه پیسه برش میدن. خب شما که یک قیمت پیسه باشه، هر چیز که باشه، یک عدد باشه، برای ذخیره نمودن یک وریبل نیاز داریم. ما د a وریبل است، نوسه ذخیره کردیم. ما براتون نمیگم که what is end what is a را ما نخوانیم تا حالی. این کامنت تا گفت. ما نوشته میکنم اینو تو. حالا شما میفهمین a بچه ما چی را ذخیره کردم؟ میفهمین شما؟ نه ای age است. age. صحیح است؟ خب ما از کامنت باید استفاده کنیم. بعد از اون تکنیک‌های مختلف میاد. شما صرف
انت ایر نشتم زیاد کوده ها می باشد اینجا، لوپس میاد، یک کلاسز میاد، آبجکتس میاد، فانکشن ها میاد، کنترل استیتمنت ها میاد. صحیح است؟ شما باز در اون وقت شاید بعد از یک سال خودتان نفهمین که ما از کدام طریق استفاده کردیم، از کدام شیوه کار گرفتیم، ای با چی معنا بود ما نمیفهمم. صحیح است؟ شما باید از کامنت استفاده کنید. این همی ضروری هستن کامنت ها. خواه یک خوب پروگرامر باید از کامنت ها استفاده کنه و میکنه. As a good programming practice, you should know about comments and use comments. Clear? It could be multi-line comment or single-line comment. It doesn't matter, but you should use it. उस पोस्ट पे لازم कमेंट कमेंट چې دلته ختم شو لاندې ګوره په دې باډي خو تا کمنټ کنه نیولې کنه کدا دې کمنټ کړي ولنو لاړ ختم دا بیا نه پیژندل کی دا پاس وای چې پاس دلته کوس ته او لاندې ته کوس نه لري کلري هغه کمنټ او زه کمنټ کې څه لیکل شي هغه نه پیژنم ته باید باډي بند کړې دلته دا شو زموږ څه شي ملټي لاین کمنټ زه ډیلیټ کوم نور او دا به هم دسې کلیر این بیسیک استراکچر بود بیسیک استراکچرز ما کودها را میگیم که پیش از پیش از کد ما نوشتن کد ما باید موجود باشن سیستا ای چی است ده چیه ده مکمل نه ده چیه ده دیتا مکسوایو سیاوت خورتا وای ده مکمل چیه ده statement yes excellent statement تا کنم یو انسټرکشن نه کنه دا statement بچی ختم نشه کالن سیمی کالن صحیح ده statement terminator هم ورته وای سیمی کالن هم ورته وای خب اینمی خودش اینمی کس کالن است کالن ویره چرا سیمی کالن میگه این نیمه کالن است بالا یک نکته در پایین واس کامه دارنه بخاطر زیر میگه سیمی نیمه میگه نیمه کالن ده سیمی کالن صحیح شو دا موږ بیا ګورو چې کوم وخت استعمالي کالن سیمی کالن سره ستا جمله ستا استیتمنت ختمیږي سی اوت یک آبجکت است که به خاطر آوتپوت یا پرینت از استفاده میشه همراه سی اوت چی است اینزرشن آپریتور است اینزرشن آپریتور باز اینزرشن آپریتور ما دبل کوتیشن اضافه کردیم چرا که دبل کوتیشن ما یک استرینگ نوشته میکنیم استرینگ is the collection of characters ما گفتیم که استرینگ که است او مجموعه کرکترها است از کرکترها تشکیل شده استرینگ ده یک حرف نیست مجموعه حرف است صحیح است و اگر شما خواستین که یک پیام با همون شکل نشان بدین باید دبل کوتیشن بگیرین شما نمیتون که بدون دبل کوتیشن یک پیام پرینت کنین نوشته کنین اضافه کنین اگر یک اعداد بودن یک عملیه را اجرا میکردین مشکل نیست باز بدون دبل کوتیشن یک عملیه را اجرا کرده میتونین مشکل نیست برتن جواب میده 70 جواب میده اگر اینمی اعداد اینمی عملیه را شما اگر دبل کوتیشن بگیرین باز چی میشه امی صد منفی سی را برتان نشان میده با همون شکل سیم تو سیم کدام تغییری نمیاده صحیح است و داخرم سیمی کالن that's it حالا ما میایم طرف syntax of C++ syntax بچه مانا باز کامنت means اینمی فایده کامنت است ها syntax of اگر یک کامنت اینجا نمی بود باز ما مجبور می بودم که نوتپد باز کنم و اون نوشته کنم حالا ما میتونیم خوب است اینجا کدم است کامنت هم اینجاست syntax of C پیش از اینکه شما هر زبان شروع کنین صحیح این زیاد کارها را پیش ببرین و پیش از شما باید syntax هم قوانین نوشته را از زبان باید یاد داشته باشین کدام قوانین داره ببین ما در انگلیش لنگویج هم رولز ریگولیشنز داریم در هر زبان داریم قوانین هم زبان که وقتی نوشته میکنیم باید قوانین از را یاد داشته باشیم صحیح است syntax of C++ programming language syntax تو چی است این میره که ما باز کردیم این هم در syntax میاد باید سی اوت صحیح باشه باید نمی دبل کوتیشن باشه برای یک استرینگ برای عملیه باید نباشه اعداد که میان دبل کوتیشن نباشه و یک استیتمنت به سمی کالن ختم میشه صحیح است syntax و دیگه چیزم برایتان ما اضافه میکنم C++ که است ببین هر پروگرامینگ لنگویج که است و یک خاصیت داره خب اون شما خاصیت بد میگین خوب میگین جدا گپ است خاصیت داره C++ که است is a case sensitive language case sensitive است حالا case sensitive بچه مانا
ببینید اگر ما بیایم نوشته کنم احمد یک نام است، اگر نوشته کنم احمد کدام فرقی داره؟ نام خو یک نام است نه؟ برای شما کدام یک معنی داره، یک نام است، لیکن پروگرامینگ را قبول نداره. میگه با حروف بزرگ، حرف بزرگ ای که احمد نوشته شده او جدا است و با حرف کوچک که نوشته شده او جدا است. این ما میگیم کیس سنسیتیو، اساس است. از لحاظ گرامر باید باشه. این اساس است. لحاظ گرامر نه، از لحاظ ببینید اگر ما شما بیندین اینجا ما براتون یک مثال میتونم کیس سنسیتیو به چه معنی خواه. ببینید ما یک وریبل میگیرم، خب اینو میارم باید ما دیلیت کنیم. ما برایشان میگم int age یک چی است؟ وریبل است. دا age خورد است نه، به حرف کوچک نوشته شده نه، ما برایش میگم سی اوت، برایش میگم age ای بزرگ شد. ببینید شما اینجا فکر کنید خب 80 در کدام وریبل ذخیره کردین که به حرفای کوچک ایج نوشته شده، ایجی که به حرف کوچک نوشته شده و از چی آوتپوت هم میخواین، نتیجه از کی میخواین؟ به حرف بزرگ نوشته کردین. خب آیا شما در بالا 80 دای ذخیره کردین به این شکل یا دای وریبل در کوچک ذخیره کردین و آوتپوت از کی میخواین؟ در اینجا از بزرگ. این از پیشتر قبول نمیکنه، این را قبول نداره. این را ما میگیم کیس سنسیتیویتی. چی میگه خواه؟ میگه در بالا مشکل نیست، مشکل در نمی ای است، در نمی اینجا چی میگه؟ در لاین یازدهم میگه error age was not declared، میگه ایج که است در اینجا مشخص نشده، ما ایره نمیشناسم کدام ایج است که به حرف بزرگ نشته شده. age was not declared in this scope، در نمی اینجا ایج چیز نشده، مشخص نشده. اگر ما به حرف کوچک نشته کنم مشکل حل میشه. کمپایل شد، رن کنین، ایج 80 براتان پس output dot c out کرد. کلیر؟ این ما بگیم کیس سنسیتیو. تقریبا شاید زبان ها باشد، تقریبا هر پروگرامینگ لنگویج کیس سنسیتیو است. با یک دیگه شکل کیس سنسیتیو هستند. بعضی صرف د وریبل ها کیس سنسیتیو هستند، بعضی د کیورد ها کیس سنسیتیو هستند، بعضی د هر جا کیس سنسیتیو هستند. فهمیده شد؟